با نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت با رحم. السلام علیکم و رحمت الله و تعالی برکاته. برادران و خواهران اهل اسلام و از جمله دوستان شیرین تر از جان، امروز درباره پیرسینگ، یعنی درباره همون زنهایی که غربی ها امروز این کارها را بر مسلمان ها، بر زنهای مسلمان ها آوردند، یعنی بر قاش و میجه، بر لبان و در زبان هایشان هر خیل لغمه ها میکند. و امروز دختران مسلمان ما، بسیار دختران تاجیک ما به این غربی ها تقلید میکند. آیا این در اسلام گناه هست یا اینکه گناه نیست؟ خب بر شما روایت می آورم. امروز ها در بین مسلمان ها، در بین زنهای این امت محمد صلی الله علیه و سلم، زنهایی هستند که تقلید به غربی ها کرده ایستاده اند. گوشهایشان را شکاف میکنند هر خیل نغمه ها غیر از همان گوشواره بر بینی و بر لبان و بر زبان های خود، و لبهای خود را با طریق صنعی کلان میکنند. نعوذ بالله. از ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند که نبی صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر یک مردی که تقلید به زنها میکند و لباس زنها را میپوشد و هر یک زنی که تقلید به مردها میکند لباس مردان را میپوشد، رسول الله این گونه انسانها را، این طایفه را لعنت کردند. ابو داود و نسائی روایت میکند. ابو داود و طبرانی در چنین روایت آورده است که هر کسی که به دیگر قوم تقلید کند او از همانها هست، یعنی که مردان مسلمان تقلید به مردان غیر دین ها، کافرها کند، آن هم از همانها هست، یعنی مسلمان هم از همانها هست. امروزها این غربی ها بدبخت چه خیل حالت ها را بر سر مؤمن و مسلمان ها نیاوردند. یک کارهای را میکنند که چه خیل مردم ما را جلب میکنند بر خود. امروز خواهران ما تا این درجه بی سواد و بی فهم شده رفتند که به خاطر همان زیاد شدن تدپیچ و لایک های خود چی کارها میکنند. خواهر مسلمانم، خواهر عزیزم، دلم برای تو میسوزد به خاطر آنه که تو تقلید به زنهای غربی ها کردی. یک لحظه فکر کن، این دنیا دنیای گذران است. خوب تصور کن میلیون پدپیچک داره، میلیاردها لایک پرسماتور داره. اینها بر ضرر جان تو هست. او مردی که توجه به گردن سفید تو میکند، توجه به همان پس و پیشت میکند و بر تو لایک میگذارد، والله قسم او لایک بر ضرر جان تو هست. آن هزارها لایک ها میگیری، بر عوض انا همان لایک ها تو علیکه به خود گناه گرفته ایستاده ای. چرا امروز زنهای مسلمان تقلید به زنهای غربی ها میکند؟ چرا امروز زنهای مسلمان تقلید به زنهای غربی ها میکند؟ مردها نیز چنین هستند. رسول الله ان همین طایفه را لعنت کردند که هر قوم، هر شخصیتی که بر تقلید به غربی ها میکند لباس مردها را میپوشد، زنهایی که لباس مرد میپوشد، مردهایی که لباس زن میپوشد، رسول الله چی کردند؟ لعنت کردند. ای برادر عزیز، ای خواهر عزیز، این ساعت هایی که تو در سامانه های اجتماعی می نشینی، والله قسم برای هر یک ساعت و دقیقه و هر یک ثانیه در نزد الله تعالی جواب میگویی. فردا خداوند از ما میپرسد، میگه ای بنده ام، این قدر ساعت ها در اینترنت نشستی، آیا چیکار کردی؟ آیا از اینترنت بهر خود یگان فایده به دست آوردی یا اینکه برای الهام دیگران، برای حسیات و شباهت دیگران خود را نمایان دادی؟ ای خواهر مسلمان، امروز لباسی تنگ و بر کردی و رقص و بازی میکنی، پس و پیشت را به مردم نشان میدهی. این تیک تاک بدبخت، اینستاگرام ای بدبخت والله به ضرر جان شما هست. تصور کنید که شما مردید، تصور کنید که شما مردید، جنت را میخواهید یا اینکه دوزخ را؟ ابدا حیات خوب را میخواهید یا ابدا در جهنم سوختن را؟ البته همه آرزوی راحت جنت را دارد. پس
آن چیزی را که من بحر خود دوست می‌دارم، بحر خواهرانم، بحر برادرانم، همین را میگویم که خواهر عزیز، برادر عزیز، تقلید به این بدبخت ها مکن، تقلید به رسول الله کن، تقلید به فاطمه زهرا کن، تقلید به مادرمان عایشه کن، تقلید به مادرمان خدیجه کن، تقلید به سمیه کن. اولین زنی که در راه اسلام شهید شد سمیه بود. اولین زنی که امت رسول الله شد مادرمان خدیجه بود. کمی هم باشد از برای الله از این کارها دور باشید. خوش به حال آن زنهایی که خداوند چهره زیبا داده است و همان شکر میکند. این همه چهره هایی که زیبا را شما میبینید همه شفقلافکه و کرسکه های زیاد است. نعوذ بالله برای اینها نیست فردا در نزد الله جواب میتین. خب سوال ها بسیار است. انشاءالله من بعد ویدیوهای اسلامی میکنیم. سوال ها به همه سوال های خود جواب میگیرین. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و تعالی برکاته.